نصرتالله سلیمزاده رئیس نو نویای باباجان غفوروف که ماه ینور سال 2023 به این مقام تعیین شد، با صدور یک قرار بیش از 70 قرار رئیس قبلی این نویه ظفربک دولتزاده را در مورد جدا کردن قطعه زمین بیکار کرده است. اکثر این قطعه زمین برای ساختمان مرکزهای خدمت رسانی و سفدا، تأسیس کارخانه و بناهای معیشی و خواجگی‌های دهقانی به صاحبکاران محلی جدا شده بودند. صاحبکاران اکنون در تشویشند که برای گرفتن قطعه زمین باید از سر خط تمام اداره های دخل دار را بگردند و دیگر باره دست هر یک منصبدار را که زیر سندشان امضا میگذارد از نو سفید کنند. یک صاحبکار از نویای باباجان غفوروف در صحبت به پایگاه خبری بامداد گفت برای گرفتن قرار یک پوره زمین در حدود جماعت دیهات ددبای خولماتوف زیاده از 20,000 دلار صرف کرده است، اما امروز قرارش بیکار شده و خودش در بدر دادگاه‌های اقتصادی برای برقرار نمودن قرار زمینش سرسان و سرگردان است. او میگوید برای گرفتن یک قرار رئیس نویه عاید به جدا کردن قطعه زمین کمش از 10 کارخانه و تشکیلات خلاصه و اجازت میگیری. همه آن خلاصه ها مصرف خود را دارند. مثلا پیش از جدا شدن قطعه زمین، کمیته زمین و کارخانه فرعی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول نویه یا امبتی سند جدا نمودن زمین را میدهد. سرمعمار نویه خلاصه و نقشه کل انشاءات را ترتیب و تصدیق میکند. بعد از آن خلاصه و اجازت های شعبه های حفظ محیط زیست نویه، شبکه های برق نویه، شعبه سانیتاری و اپیدمیولوژی نویه، اداره خواجگی آب نویه، کمیته حالتهای فوق‌العاده نویه، اداره سوختار خاموشکنی نویه و پیشنهاد جماعت را گرفته بعد در آخر قرار رئیس نویه صادر می شود. ما حیرانیم که بعد گرفتن روزگی و خلاصه مثبت همین قدر تشکیلات که همش برای ما صاحبکاران خراجات بیهوده است، رئیس نو نویه سلیمزاده با شکم بودی در حجت‌های ما یافته و قرار ما را بیکار کرده است. صاحبکاران نو روزی برای دادخواهی به نزد معاون یکم رئیس نویه حکیمزاده حامد جان و حقوقشناس حکومت نویه تختسون زاده رفتند، ولی اونها گفتند که همه این قرارها با سپارش مخصوص رئیس نویه سلیمزاده نصرتالله بیکار کرده شده است و برای حل مسئله می توانند تنها به خود او مراجعت کنند. در حکومت نویه گفتند که نصرتالله سلیمزاده از دادستان کل تاجیکستان خواسته است که این قرارها را مورد سنجش قرار دهند و کمبودی‌هایشان را یافته اعتراض پروکوروری نمایند. بعد این مراجعت دو کارمند دادستانی کل به نویای غفوروف آمده همه قرارها را از نو آموختند و بر اساس نتیجه ارزیابیشان اعتراض پیش آوردند. گفته می شود که قرارهای رئیس قبلی بر اساس نتیجه های امین ارزیابی بیکار کرده شدند، ولی صاحبکاران میگویند برای گرفتن این قطعه زمین دو توز زیاد کرده و پول زیاد هم صرف کردند و حالا به جای قطعه زمین تنها سرتیفیکات آن در دستشان مانده است. ما این حال در کوچه سربسته ماندیم و نمیدونیم که این قرار و شهادتنامه های حقوق استفاده زمین را چه کار کنیم. میگویند این صاحبکاران مسئله زمین در شرایط تاجیکستان کم زمین که اولیش به اسم می‌افزاید به یک مسئله خیلی داغ و حتی به یک مشکل رقم یک برای این کشور تبدیل یافته است. جای پنهان کردنی هم نیست که یک منبع بزرگترین کروپسیا در تاجیکستان نیست همین تقسیمات قطعه زمین برای ساختمان خانه یا انشاءات تجارتی شده است. هر سال بر اساس اعتراض‌های پروکوروری 100 هکتار زمین غیر قانونی تقسیم شده به حالت اولش برگردانیده می شود. در بسیار حالت مقامات برای به حالت اولش برگردانیدن خانه و در و مغازه و مرکزهای تجارتی الکی ساخته شده را به زمین هموار می کنند که ناراضگی ساکنان را به بار می آورد.